رادیو ویزیون 100 رادیو ویزیون 100 با پیشکش نمودن برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و انعکاس دهنده دیدگاه‌ها و نظریات شما عزیزان میباشد. شما شنونده برنامه‌های جالب ما از طریق فان پیج و چینل فیسبوکی 100 خواهید بود. درود و مهر میفرستم خدمت دوستان و عزیزان بیننده. قسمی که باز هم میبینین من مرجان دل با همکار فرنجان فرید امشب با تقدیم یک برنامه خیلی زیبای از هنر تا هنرمند با یک تن از هنرمندان خیلی مستعد و جوان امشب در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوار هستیم که مانند همیشه ما را همراه و همکار باشین و همچنان یک سلام تقدیم میکنم خدمت محترم جبار خیرسه و تمام بینندگان عالی قدر تلویزیون وزین بهار. درود و احترام خدمت شما بینندگان گرامی دریچه 100 بینندگان تلویزیون بهار و بینندگان تمام صفحات فیسبوکی و دنیای مجازی. آرزومند هستم جور و صحتمند باشین. خوشحال هستم که باز هم با سپری شدن یک هفته با پیشکش نمودن یک برنامه هنری فرهنگی با یک تن از مهمانای بینایت عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم. بله، گرچه امروز تاریخ 5 است، یعنی 5 ماه جنوری 2025، ولی اولین برنامه خود را امشب بخیر آغاز میکنیم و شما را خوش آمدید میگیم با این برنامه زیبای هنری. و همچنان ما یک نمبر تلفن داریم که مثل همیشه خواهش میکنیم تا اگر امکانش باشه مستقیما در تماس شوید از طریق واتساپ و اگر سوالاتی داشته باشین راجع به هر موضوعی که مثلا راجع به هنرمند شما میتونین شخصا مطرح کنین دوستان عزیزان عالی قدر. بله بینندگان گرامی، ما قسمی که علاوه نشرات ما شما شنیدین، ما یک میمان بینایت عزیز و خوب یک هنرمند عزیز را با خود داریم. هنرمندی که با آهنگاش با اجراهای هنریش که اینا سبک بسیار خاص را در عرصه هنر موسیقی کشور مبتکرش بودن، پیشگام بودن، پیش آهنگ بودن، به اصطلاح مبتکر از این هنر بودن. این هنر گرچه در بیرون مرزهای کشور رایج بود ولی در کشور عزیز ما افغانستان رایج نبود. ما انواع و اقسام هنرهای موسیقی رو داریم، موسیقی رو به اشکال مختلف، ولی طرز را که این هنرمند عزیز ما در افغانستان مروج ساخت، دردها، ناله ها و مشکلات مردم توسط همین هنر والایش باستاب کرده و باستاب می نماید در متنایش، در سرودهایش، در اجرایش که شما بشنوین توجه کنین. دردهای مردم خود، درد ملت خود، کشور خود این به شکل اعتراضی بیان کرد. بله دوستان و عزیزان بیننده، میگن که آنچه را که طبیعت از تکمیل آن ناتوان است هنر کامل میسازد و با شاخه های مختلف تقسیم میشن. یک بخش از هنر اعتراضی دوستان و عزیزان بیننده
هنر اعتراضی یک راه برجسته برای بیان نظریات، ایدئولوژی‌ها و انتقادات در قالب هنر است که از قدیمی ترین شکل‌های بیان فرهنگی است. این نوع هنر به منظور روشن کردن و آگاهی بخشی درباره موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیطی به کار می‌رود. هنرمندان می‌توانند انتقادات و اعتراضات خود را از طریق تصاویر، نمایشنامه‌ها، موسیقی، ادبیات و هنرهای دیگر به نمایش بگذارند و از این راه تاثیرگذاری بیشتری بر جامعه داشته باشد. هنر اعتراضی یک راه برجسته برای ارتقای فرهنگ و تغییرات اجتماعی است، زیرا به افراد اجازه می‌دهد که به صورت خلاقانه و هنری با مسائلی که برای آن مهم است برخورد کنند. این هنر می‌تواند در برابر سیاستمداران، نظام‌های خلاقانه و هنری با مسائلی که برای آن مهم است موضوعات دیگری که از دیدگاه‌های هنرمندان غیر قابل قبول هستند پیام‌های مختلفی داشته باشند. عزیزان بیننده و به این شکل می‌ریم و پذیرایی هنرمند خیلی مستقیم داریم و از فرنجان بفرمایید شان را در استودیو دعوت کنیم. بله، ما میمان عزیز داریم که اینا بیژنجان ظفرمل مشهور و لقب کندوزی میمان ما هستن. البته بعدا شما از صحبت خود از اینا در رابطه با این دو تخلص یا دو لقب از اینا خود شما خواهید شنید. ما دعوت میکنیم از میمان عزیز ما بیژنجان که در جمع ما در استودیو بپیوندن. بله، گرامی، درود احترام خدمت شما. خوش آمدید به برنامه دریچه یک دو صدای تلویزیون بار. بفرمایید. قربان شما. سلام افغانستان، سرسبز مثل گلستان، کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان. سلام و درود خدمت شما و تمام دوستایی که ما را مشاهده میکنند. امیدوار هستم جور و سلامت باشین. در این زمستان من میال در باغم هستم و در پشت سر ما آتش اورجینال است. دیگه تشکر میکنم از اینکه شما ما را دعوت کردین و امیدوار هستم جور و سلامت باشین. همچنان من با اجازه شما سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیژنجان کندوزی در برنامه هنرمند. خوش آمدین. خوشحال هستیم که شما امشب با ما یک جا هستیم و ما بتانیم یک برنامه زیبای هنری و فرهنگی همراه با بینندگان عزیز خود هم داشته باشیم. تشکر. من در خدمتتان هستم. بیژنجان گرامی، در نخست چهره شما بسیار معرفی است و اما بینندگان گرامی تلویزیون بار، دریچه یک دو صدا، در کل برای مردم افغانستان اما شما را میشناسند که شما یک چهره سرشناس هنری هستین. ولی من مطمئن هستم که از یگان کسی که شاید با شما معرفت نداشته باشند، یک کم خود معرفی کنین بعد از او ما میپردازیم. خب یک بگه که من بیژن کندوزی، پدر رپ دری. کودک بودم که آمدم در آلمان، وطن خود در دوستدارم از دل جان. در هندوستان و پاکستان و چین شوروی بودم. مثل مکی گپ میزنه در پنجستان. انسان هر جا که باشه فراموش نکنه که از کجا آمده و کجا میرود. اگر 100 سال باشم در غربت، بازم در خاک افغانستان دارم محبت. کسایی که مرا نمیشناسن یا کسایی که به ما یعنی معرفی نیستن، فکر میکنم توسط آهنگای ما معرفی هستن و درست است که بسیاری دوستا مثلا در کشورهای مختلف همچون ایران و پاکستان اینا کلان شدن دیگه شدن. مطمئن هستم که اونا شاید شنیده باشن و زیاد نشناسن. به هر صورت من کوچکتان بیژن کندوزی، تولدم در ولایت قندوز و مردم به نام
بیژن قندوزی میگن، اما نام اصلی من بیژن ظفرمل یا دیجی بیجوی شما. در خدمتتون هستم. نام خدا. قربان شما. نام خدا. مفصل خود معرفی کردین. دوستان عزیزان حتما آشنایی داره با پارچه های زیبای رپ. دوستان و عزیزان بیننده قسمی که میبینین بیژن جان ظفرمل و یا که بیژن جان قندوزی اولین جوان رپ خوان در کشور عزیز ما افغانستان است. ایشان اولین شخص است که رپ یا موسیقی مدرن رپ را اینا در افغانستان یعنی مروج ساختن. خب فرید جان بفرمایید. فکر میکنم بیژن جان میخواستیم بفهمیم در رابطه با اول خود در رابطه با می کندوزی میخواستیم. خود درست است که شما از ولایت کندوز هستین، در کندوز تولد شدین. تخلص از کجا کردین یا این لقب از کجا کردین؟ این چرا انتخاب کردین و چرا شما ظفرمل یک تخلص خانوادگی داشتین؟ در نخست همین. بله. سبک بیدای مرا بچه رپ میگن، مگه میره فراجان دریا گپ میگن. بله. فراجان دریا که از آهنگا را بر ما دادن که بسازد مدیونشان هستم. تشکر میکنم ازشان که دمو آهنگ به نام بیژن قندوزی گفتیم. نام ما از بیژن جان قندوزی خواندنای کسا نمیکنم دوزی دیگه. با این سب به می نام گفتی اگه تا لقب هنری داده شد یا دوستا به می نام مرا میشناسند. بله. با این طرز اجرای هنریتان چی را میخواین برای مردمتان برسانین؟ چی میخواین بگوین بر مردمتان؟ خب هر آهنگ را که یک هنرمند اجرا میکنه، آهنگ به اصطلاح بیانگر یک سوز، درد، عشق، آشفتی، دوری، یک چیز را بیان میکنه. و شما با آهنگای خود با این اجرا چی رو میخواین که بر مردمتان بیان کنین؟ چون یک هنر بیخی متفاوت از سبک هنری یا در چوکات هنر موسیقی افغانستان رپ هیچ وقت نبوده. شما چی میخواین که از این هنر بر مردمتان بیان کنین؟ چی را ارائه میکنین؟ موسیقی رپ کس از درد و رنج ساخته شده، گفته شده. چون که شما میبینید که از رپ اصلا از کشورهای افریقایی، از کشورهایی که مردم بسیار به چی رسیده بودن، یعنی به عمق چه رقم براتون بگویم. رپ از درد میه، رپ از چیزهای اجتماعی میه. رپ یعنی تاثیرگذار بسیار است در بین مردم، در بین سیاستمدارا یا در بین خود مردم عام. و رپ کس اظهار بیان تجربه است که یک انسان از او میآموزه و میبینه و او را میتونه که در قالب رپ مثلا بیاره. چنانچه شما میبینید که در افغانستان بسیار مسائل هست که او را اگه در خواندن بخوانین اصلا شاید نشه، اما در رپ میتونید که یک قصه را بگوین، یک داستان را بگوین. رپ یک اسب وحشی است که چپانداز نداره، نام داره اما نان نداره. امیر خودم نوشته بودم. بر صورت دیگه چنانچه میبینین فعلا در کشورهای مختلف دنیا رپ مروج شده. در افغانستان هم چی کار نبود که من جرأت کردم که این کار بردم و واقعیتش بگم خیلی ها تشویق کردن دوستا و مردم افغانستان. اما نظر به تحولاتی که در افغانستان آمد فعلا کل چیز دگرگون شده و موسیقی رپ هم کم کم آساسا فراموش کردن. اما این ما براتون اطمینان میتونم که جوانای بسیار تازه نفس، جوانای بسیار یعنی که بسیار مقبول از مکر صد چند بهتر میخوانن هستن و اونها کسایی هستن که باید حمایت شوند، تشویق شوند، چون که همین درد دل مردم رو بتونن توسط رپ بیان کنن. اگر اشتباه نکنم شما در سالهای 2004 بعد شروع کردین با رپ یا بیشتر از اون؟ نه لالا جان در 1992 عالی. نه منظورم اینه که در افغانستان ایران انتقال دادین. انتقال بله در وقتی که کرزی صاحب آمده بودن و دولت
بعد از دولت طالبان. اولین کسی که در افغانستان از هنرمندا رفت به اصطلاح همین جرأت رفتن نکرده بود ما بودم فکر میکنم. بله. عالی. بله. خب این قسمی که از صحبت‌های شما ما درک کردیم، رپ خودش یک اعتراض است بر علیه تعصبات، تبعیض نژادی، ظلم، ستم، استبداد در کشورهای در تمام دنیا و واقعا درد حقیقی مردم یک کشور همیشه که توسط رپ بیان کرد و به دیگران فهمان. چقدر از کارهایی که کردین راضی هستین؟ واقعا چه بگویم؟ بله بفرمایید. تا 3 سال پیش راضی بودم، اما حالا اصلا میگم که ای کاش به جای رپ من یک قرآن کریم یاد می‌داشتم یا یاد می‌گرفتم به جای همه که وقت خودم در سر رپ چی کردم ضایع کردم. ای کاش به گفته یگان تا قاری میشدم مولوی میشدم، چون که ایره بسیاری دوستا شاید مذاق فکر کنن دیگه کنن، اما واقعا چه بگویم افغانستان یک جایی است که متاسفانه براتون بگویم که ما شما از همه طرف یک ضربه دیدیم و ضربه زیادترین ضربه را که دیدن من براتون بگویم هنرمندا دیدن و ورزشکارا دیدن و کسایی که برای افغانستان میاندیشیدن و برای افغانستان کار میکردن و دیدن. و من از یک گونه بسیار خوش هستم، اما از یک گونه که در افغانستان تحولات و بخی یک رقم چی میگن میگم ای کاش که من همین وقت خود در سر یک چیز دیگه ضایع میکردم وقتش. ولی من فکر میکنم که نباید اینطور گفت، چون که خود رپ یک هنری هست و شما در میرا روان هستین. من فکر میکنم که بهترین موقعی امیال است شما میتونین بسیار آهنگای اعتراضی و ارتباط مشکلاتی که ما در افغانستان وجود دارد شما میتونین که رپ های جدیدی را تقدیم هنردوستان کنین، چون علاقمندان خود را دارین. نباید گفت که شما پشیمان هستین، حتما در پهلوش قرآن شریف را حتما یاد دارین، چون صدای شما را نداریم. فرید جان ببخشید من جان به شکل شوخی گفتن، چون در افغانستان مردم افغانستان به نرخ روز نان میخورن، به نرخ روز کار میکنن، به نرخ روز شغل خود به اصطلاح پیش میبرن. خود مطمئن هستم که اینا بیان جان شوخی کرد. دقیقاً من مذاق کردم. منظور من دوستایی که میفهمن اون فهمیدن که چی است، چون که من از تحولات صحبت کردم دیگه. من هنرمند نیستم که مثل دیگه هنرمندا، مثلا من یک سبک مختلف آورده بودم در افغانستان و آوردیم که مزیاد برای میهن، برای مردم، برای قهرمانا، برای افغانستان، برای بیرق کشور، برای سپورتمنا، برای مثلا برای ورزش کشور، برای سیاست کشور خواندیم. و من فکر میکنم که یک چند سال بعدی که من در دنیا نباشم باز این مردم درک میکنم و میفهمم آهنگای ما که ما درباره چی خواندیم و درباره چی ما سعی و تلاش داشتیم که بخوانم. بیژن جان، من مطمئن هستم که هموطنهای عزیز ما با هنر شما، با ارائه هنرتان آشنایی دارن. من متاسف هستم که بنا به چی میگه قانون کاپی رایت نمیتونم آهنگای شما رو به هموطنان ما اینجا به نشر برسانم، برای اینکه برنامه ما قطع میشه. برنامه چی میشه؟ متاسفانه که در این باره من همراه شما صحبت کردم. بله. یک بعضی از اشخاص هست که از هویتت، از کارهایت استفاده میکنه بدون اجازه تو، که حتی من خودم بعضی آهنگای خود استفاده کردن نمیتونم که این انسان ها رو براتون بگویم از طریق تلویزیون شما که در پیگرد قانونی اینا چی میشن، نه تنها مرا بلکه بسیاری هنرمندا رو همطور کاپی رایتش گرفتن. و این یک کار است که دیگه بسیار یک کار ناجوان و مردانه است و یک کار است که باید سزای خود یادم ببینه. از خاطر که مرا 3 سال است که من کارهایی که نمیکنم، کارهایی که پخش نمیکنم، صرف از این خاطر است که یک شخص هنرمندا را زیر قبضه خود گرفته، با دروغ، با گپای مفت و ناقی و گپای که من اتر میکنم و آخر کل خواندنای تام گرفته، کاپی رایت تام گرفته. و من متاسفانه که دمی مشکل دچار هستم و این ان شاء الله به زودی رفع میکنم.
بله. ما یکی از آهنگای شما رو فقط برای 50 ثانیه بود استفاده کردم، اما اعلان را که ما بر شما تنظیم کرده بودم او اعلان بند شد. بعد ما دوباره مجبور شدم که بک‌گراند اعلان شما رو تغییر بدم، یک چیز نرمال بگذارم. آرزومند هستم که شما هم این مسئله رو پیگیری کنین، به مراجع قانونی شکایت کنین تا بتونین که اون چیزی که مربوط به شماست او رو وصول کنین. بله. امی مسئله کپی بسیار ناراحت ساخت اکثریت هنرمندان ما را. یک جفا است در حق کارکردهای هنرمندان عزیز ما که من نمی‌فهم و با کمال تاسف کدام نهاد یا موجود نداره که به دفاع از همچون مشکلات. نمی‌فهم که راه چاره از چیست فری جان اصلا، چون با اکثریت هنرمندان که ما تقریبا از سال‌هاست که فعالیت داریم عین مشکل شما را دارن. جان اونا همچنان وقتش برای خیلی ناراحت ساخته، نه تنها در برنامه شما، از اکثریت برنامه از خاطر این برنامه مثلا اواردشوهایی که ما اشتراک نمیکنم از این خاطر از این پرابلم هاست و این آدم نه خوبی را میفهمه نه انسانیت را میفهمه. این ما براتون برای تلویزیون برشان میگم که این کار باید استاپ کنه، اگه نه باز من افغانی وارو ازش کار میگیرم. یعنی شما ببخشید میشناسین شخصا؟ 100% من میشناسم، نه تنها من بلکه بسیاری از هنرمندا رو یا اینم تو کردن، بسیاری از هنرمندا رو بدون اجازه، بدون از اینکه یک چیز ساختگی جور کردن، در یوتیوب جور کردن، یگان عکسای ما رو گرفتن. حتی خنده‌دار در اینجا است که خواندنای ما رو گرفته از عکسایی که ما برای حساب کار روان میکنم، سی وی لیبنسلاف، اونو عکس‌ها رو گرفتن و انداختن و خواندنای ما رو از یک جای اپلود کردن و خلاص. نه تنها یک خواندن من بلکه 70 80 دونه آهنگم است که کلش اینا متر تحت تصرف دشمن قرار داره. جای خنده است واقعا. خب اگر اجازه باشه دوستان تشریف دارن، علاقه‌مندان آمدن، ما شکل برنامه ما قسمی است که صحبت آغاز میکنیم، بعدا بینندای خود را فراموش نمیکنیم، از ایشان نام میبریم. اگر اجازه باشه بریم به سراغ دوستایی که تشریف آوردین. سلام خدمت تک تک شما عزیزان. قسمی که میبینید شما باز هم یک برنامه هنری از هنر تا هنرمند از این درجه یک دو صدا شما بینید. دستین امشب با یک تن از هنرمندان ما که خود میبینین، نام خدا یک هنرمند جوان مستعد، یک مبتکر در کشور عزیز ما افغانستان که باید قدر شما شناخت. و سلام تقدیم میکنم خدمت خاتون جان عبوی عزیز، محترم بانو کارمند نجلای عزیز، سلام بر شما، خوش آمدین. محترم عزیز سنگر، سلام تقدیم کردین، ممنون شما، سلامت باشین. تشکر نجلای عزیز، ممنون پیام نیکتان. و همچنین محترم نصیر حیدری هم بیننده برنامه ما هستین. نصیر جان بسیار خوش آمدین. بار اول است که شما بیننده برنامه ما هستین. انشالله در برنامه‌های آینده شما را هم خواهیم داشت، امیدوار هستیم که وقت پیدا شود. همچنان بانو جینا جان دلشاد جمیلی از امریکا بیننده برنامه ما هستین، سلام بر شما، تشکر از پیام نیکتان. بانو رمزی جان نیک عزیز، تشکر عزیز با نیک پیام نیک فرستادین. همچنان شیما جان احمدی بیننده برنامه ما هستین، سلامت باشین، خوش آمدین. محترم سورج بلخ، شاعر بسیار نیک ما، بسیار مهربان و بزرگ قلب ما، خوش آمدین در برنامه ما. و همچنان سلام تقدیم کردن خدمت مهمان علی قدر ما، محترم رفعت پوپل، اینا را حتما میشناسین، بسیار یک شخص فعال. سلام بر شما، خوش آمدین در برنامه ما. و به می شکل میرم به سراغ بله. سلام، ممنون شما محترم سورج بلخ با متن زیبایی که فرستادین مثل همیشه. و تشکر باز هم از نصیر جان حیدری و همه که تشریف دارین. لطفا اگر سوال داشتین شما میتونین در نمبر تلفنی که فرنجی جان در خدمت شما قرار داده مستقیما از طریق واتساپ در تماس شین و سوالات خود را مطرح کنین، با ما باشین، حمایت کنین هنرمندان ما را. ببینین که اینا آمدن، نام خودم قدر مستعد هستن که برای شما جای به جای رپ میخوانن که تا فکر میکنم یک برنامه بسیار خوبی اما با هم خواهیم داشت. بفرمایید. بله بیژن جان، من میخواستم که بفهمم اولین بار که شما رپ به افغانستان بردین
مردم چه قسم استقبال کردن از این هنر شما؟ چنانچه دوستا شاهد هستن و دیدن ویدیوها را دیگر من واقعا خیلی ها استقبال شدم و رسانه ها خیلی استقبال کردن، مردم خیلی استقبال کردن و ما به عشق علاقمندی که داشتم از آلمان ما تقریبا در افغانستان زندگی میکردم، یعنی من اونجا رفته بودم همراه رسانه های مختلف کار میکردم. واقعا بسیار خوش بودم و مردم بسیار استقبال گرم میکردن و اونجا میفهمیدی که یک هنرمند هستی، اونجا میفهمیدی که در کشورت هستی دیگه. بسیار وقتای خوش بود. خداوند امیدوار هستم که اون وقتا را پس بیاره با امید خدا. امیدوار هستم. خب من اینجا همزمان یک تعداد عکسای از شما را مثلا پیدا کردم و اینا را نمایش میگذارم. شما در بکراند از این عکس‌ها لطف کرده توضیح بدین که در کجا بودید؟ این عکس این اوارد ایتین است، ششمین اوارد است که گرفتم از طرف تلویزیون آریانا بیات صاحب. دیگه فکر میکنم چهارمی یا پنجمیش است. من ماشاءالله 6 بار رد برد اواردها را گرفتیم که یکی از ما اواردهایشان است. فکر میکنم ششمی یا هفتمی است. بله هندوستان. با بزرگوار فرهاد دریای عزیز در هندوستان اولین بار که دریا صاحب دیدم دیگه این تصویر گرفتیم. تقریبا چند بود مچم؟ چند سال پیش به خدا. نه باید یک 2 سال پیش باشه. یک 8-9 سال پیش است. بله. خب بله. اینجا این مدال است یا لاکت خودتان است؟ چی است؟ یک عکس گفتی اگه تو یک اعلان است برای یک کمپانی، هم تو عکس گرفته بودیم. بله به حساب لباسایش هم پیرانش هم چندان چیز نشته نیست مقصد. خب اعلان تو اعلان است دیگه چی کنیم مگر بذار. بله این لاکت هم حتما طلا باید باشه دیگه. این یکی از لاکت های است. بله یکی از لاکت های است که دارم شود توفه یکی از دوستا بود. عالی عالی عالی. این خود یک عکس در جریان دیجی است که من خود در محفل‌های خوشی دوستام سهم میگیرم، دیجی میکنم و این عکس فکر میکنم در کشور نروژ داین اجرای برنامه. بله اینجا گفتیم چند بجه ساعت واس کتاب چلم سر طاقت صبح باش ساکت. عالی عالی. در کنسرت فراجان دریا. و این هم یکی از تصاویر است که همونطور به حساب چی میگن برای حساب یگان جای در یگان پوسترها و در یگان چیزا استفاده میشه. کنسرت ها. بله. خودت خواستی که مقاومت طلا را اینجا آزمایش کنی یا چیزا؟ نه اونجا گفتیم درد دندان نارم و دندان به دندان میزن. بله خود اینجا این یکی از عکسایم است که من خودم بسیار خوشم میاد. در هندوستان چاپ شده بود در اخبارها. اونجا میبینین اتوگرام و امضایم است که باز زیر همونطور چاپ میکردم باز برای دوستا وقتی که امضا و چیزا رو ضرورت میداشتن براشون میدادم. بله این عکس هم در دبی است. نه در ترکیه است. ترکیه است. بله این عکس هم در نروژ در یکی از فستیوال‌های جهانی. چه لباس مقبول دارین. والا خوب وقتا بود. اینجا دیگه اونمو میبینیم که نشست I love فرانکفورت. من طرف فرانکفورت دعوت شده بودم در نروژ و یکی از بسیار برنامه قوی و عالی اینترنشنال بود. خب شما در برنامه چی میگه کشور آلمان هم سهم میگیرین؟ بله من خب دیجی هستم دیگه. دیجی اینترنشنال هستم. حساب در هر کشور پسند میکنم باید چون که در آلمان زندگی میکنیم. بله دقیقاً. این دیگه می آهنگ آخریم است متحد که در مزار شریف است، در هتل الماس است
یکی از بهترین هتل‌هایی که من تا حالا دیدم در زندگیم هتل الماس در آرزو در شهر مزار شریف است و این ابو دفتر ماست گفته یگان تا دفتر جاوید جان. بله عالی. هر کس باشه باید در افغانستان خوش باشه که این قسم یک دفتر داشته باشه دیگه. طبیعی خدای تو یک دفتر بود لالا، او یک دفتر بود که من تو دفتر من نه در آلمان دیدم نه در امریکا دیدم نه در استرالیا واقعا. بام چوکی رسه که میوه بود که رنگ و رنگ میوه، جلغوزه بود که می آمد پشت پشت، بادام بود که می آمد، پسته بود که می آمد. بله. این یکی از آهنگای است که بر سرباز باید خوانده باشین. بله برای سربازا خوانده بودیم، برای اردوی ملی و برای یک خواندن ازبکی بود که گفتیم سن جانم سن سنتنم سن بابام یورتم مسکنم سن آنم تقگن وطنم سن افغانستان افغانستان. خیلی یک آهنگ خوبی شد. آهنگ ببینید دوستان. بله. این یک کنسرت فراجان دریا با دو هنرمند کشور، بشیر جان همدرد و مصطفی جان صوفی. بله. هر دویش بسیار قن بچاست. واقعا. این یکی از مجتبی جان است، یکی از درم نوازای بسیار محبوب کشور که امرای دریا صاحب کار میکنه و یکی از دوستای بسیار خوبم است که بسیار دوستشم دارم. بله. عالی. این دیگه یادش بخیر آرون قرغه است، خدا بیامرزش. خدا بیامرزش. بله. منیجر دریا صاحب و منیجر خودم هم بود که بعد از وفات چی گفته یگان تو کمر ما یکی شکست. در پولیش منصور جان دکتر صاحب منصور است که خیلی دوستش دارم، یکی از هنرمندای ورزشی کشور و کیبورد نواز دریا صاحب است. مسعود جان رساس که بسیار دوستش دارم و اینی بغلش کسی بسیار چتاق است به نام نبی است، نبی وحید نبی که مرا بسیار یگان دفعه آزار میته بچه. بله. سلام ما برای نو برسه. سلامت باشین. یکی از کنسرت های ما بود فکر میکنم در 21 جولای در کجا بود؟ بله جولای 10 در فکر میکنم در هامبورگ بود. بله. جاش نیست. این تصویرها رو شما از کجا پیدا کردین به خدا؟ خدا ما کس را که میمان میکنیم تصویرشان پیدا میکنیم. بله. این کنسرت هم جونی یا هم فکر میکنم هامبورگ است یا آمستردام است، نمیفهمم به خدا یادم رفته. بله. جای هامبورگ است. بله. اینجا کجا باشه؟ ما نمیفهمیم دیگه. در پیش کلکین. بله نمیفهمم به خدا. شاید هم عید به خدا یادم نیستم ولی کی کجاست. خب مقصد یک تصویر بسیار یا رقم فکر میکنم که بسیار یک لباسای مقبول هم پوشیدیم نه؟ کاملا استایل لباستان و کلاه یا یک والا مصرف هم کار داره. بله دقیقاً. او چیه کنسرت؟ این کنسرت ما در سیدنی استرالیا بود. امروز برک جان بیادرکم اولین کنسرت ما در استرالیا که بسیار تشویق شدیم امروز وجه جان فریدرستگار و این استایل های مرا بسیار خوش می آمد به خدا. خوب استایل ها بود. این وقتای پیسه داریم بود دیگه. این در کارم است. این تصویر که در کار گرفته بودم و بله در اینجا دیگه اما استایل سالای 54 55 وارست. دقیقاً اون یگان استایل ها بوده. بسیار زیبا. این عکس فکر میکنم در کجا باشه؟ این در دبی است فکر میکنم. دبی است بله. کینگ همون کینگ کاکا. شما افتخار افغانستان هستین. این عکس تا پیشتر گفتم. این عکس چی است لالا؟ میراث‌های فرهنگی و هنری این بخش دیده ناپذیر از تاریخ و هویت افغانستان است. بله. این یک مظاهرام بود و یک کنسرت هم بود و شرکت کرده بودیم. بله.
او این عکس میفهمین که ما بسیار بسیار یک استودیوی بود. اولین عکس های پروفشنال بود که گرفتیم در لندن. در این استودیویی که ما عکس گرفتیم فکر کنیم الویس پریسلی، مادونا، مایکل جکسون، حالا لاف و پتاق نشه گرفتن که میبینین چقدر پروفشنال عکس هست. نه واقعا شب بگویم از اینیمی عکس ها یک 60 دانه داشتم که گرفته بودم. دمی 60 دانه عکس تقریبا ما 3,500-4,000 یورو داده بودیم در وقتش. اما بسیار پروفشنال عکس گرفته بود. وقت های پیسه‌داری بود. ببینین کل جای ما دلار است. سر تا پای دلار است. من معلوم میشه. از پتون گرفته تا کرتی. بله این هم یکی از پوسترهای چه هست فکر میکنم میام سال 2018. بله 2018. این همی عکس است که بچه‌ها که میبینین یا کلش در گروپم بود به حساب کابل با اسپارکو بود. این بچه‌ای بود که ما از دل و جان میخواستم حمایتشان کنم و مارشال صاحب دوستم ما را خیلی امروز لپ جب ما را گرفته بود. اونم روز است که دیگه همونطور بچه‌ها هم خوب لپ جبشان گرفت. از ما را خانه شاباد مارشال صاحب هر جایی که باشه خوش آرام باشه. دیگه کل بچه‌ام خوش بود. این کنسرت 2006 بود در هامبورگ همراه شاروخ خان. ماستم بیادرکم ببرک است، مسعود جان رساس همراه ما در گروپ است و همراه شاروخ خان است. من عکس نمیگرفتم. این شاروخ خان شلق بود که بیا عکس همراه بگیر. عالی شاروخ خان هم خدا داده بود روز نادیده شه که خود دیده بود. والا راست بگم که حالا ما را حرفای ما را مثل سلیم جان شاهین ما را در مذاق نبرند. دوستان باور به خدا کنین امروز ما هیچ حوصله عکس گرفتن نبود. یعنی مسعود جان ما را آورد گفت بیا یک عکس بگیریم که باز نشه که باز یگان طور بوی شاروخ خان کنسرت بود میگه لاف میزنیم. همونجا باز اومدیم گرفتیم و نگفتن همونه که بسته شو همراهشان آفتر شو پارتی کردیم که خیلی خوش گذشت و بسیار یک وقت خوب بود. بله این خامو کجا عجله دارین شما؟ استانبول است فکر میکنم همراه. بله دیگه اینمی عکس‌ها بود و سلامت دیگه بسیار مقبول، عکس‌ها بسیار جالب. سلامت باشین. تشکر از اینکه شما توضیحات مختصر دادین راجع به هر عکسی که دیدین. سلامت باشین. جالب است که عکس‌ها رو از کجا پیدا کردن به خدا؟ این عکس‌ها را از فیسبوک شما گرفتم. تشکر. سلامت باشین. دیگه آرزومند هستم که این تصاویر را که نشان دادیم قبول خاطر بیننده قرار گرفته باشه. تصاویر بسیار خوب زیبا. دیگه خانم دل شما؟ بله من فقط زمان با شما میشنم و بعضی پیام‌های از را جواب میدم که خسته نشن. یعنی خدا خسته فکر نکنیم که ما بی توجه میگذاریم چون از موقع استفاده میکنیم. خب اگر من شما یک سوال کنم که مثلا اهمیت و یا نقش رپ و یا موزیک که شما اجرا میکنین اعتراضی است، اهمیت از در یک اجتماع یا در یک جامعه چگونه بررسی میکنین؟ چی خواهد بود؟ چی اهمیت داره؟ ما والا فکر میکنم که یک اهمیت بسیار عمده و اساسی را دارد. اون نظر به تکست و نظر به شعر و نظر به آهنگ است دیگه. فکر میکنم نه بعضی کس عشقی میخونه، بعضی کس برای وطن میخونه، بعضی کس درباره درد خود میخونه دیگه. فرق میکنه هر کس هر رقم که میپنداره. بله. غیر از این که شما در برنامه تلویزیونی و یا یک برنامه‌ای که مثل اینجا آمدین دعوت شدین و یا یوتیوب، شما در فضای مجازی فعال هستین؟ ما یگانه جایی که فعال هستم فعلا در تیک تاک است. بله. و در تیک تاک یک جایی هست که متاسفانه که بعضی آنها ما تیک تاک خیلی ها بد کردن. و اما تیک تاک ما خوش هستم. در تیک تاک دوستای بسیار خوب را پیدا کردیم دیگه. اونم یگانه صفحه مجازی که فعلا هستم تیک تاک است
و انشالله با زودی چنانچه با دوستم هم صحبت کردم یوتیوب هم جور میشه و بعض برنامه های دیگه ما انشالله داریم از فیسبوک یا اینستاگرام انشالله. خب به نظر شما تیک تاک یک چیز مثبت است برای هنرمندان؟ یک مرجع چی گونه مرجعی است؟ یعنی شما چی درکتان از فضای تیک تاک چی است؟ به نظر من هر کس امی چی خودم میکنه، امی تیک تاک هست، فکر کنین یک رسانه خودت است، تلویزیون خودت است. مال اینقدر چی شده که هر کس مثلا یک هپ تیک تاک دانلود میکنه و میای لایف، بس خلاص 1000 نفر که داشت لایف میاد. اما متاسفانه ایره براتون بگویم که نام تیک تاک خیلی بد شده، بسیار بد شده. بلکه بسیاری وقتا ما اصلا میترسم که در تیک تاک برم، اما یگان وقت که باز در لایف میایم بسیار کوشش میکنم که صادقانه پیش برم و دوستا مرا بشنون. اما یگان دفعه متاسفانه بعضی غلطی هاست ما سر خورده که کلمه مثلا خراب شده، کسی یک کامنت خراب مونده و ما کامنتش پس به جواب خودش مثلا یک چیز خراب گفتیم. از این خاطر من متاسف هستم. من تا از 2025 دیگه می تصمیم گرفتیم که بسیار کم در تیک تاک باشم و در تیک تاک هم اگه باشم همراه کسایی که مثلا یک کس هستن، یک انسانای خوب هستن، انسانای نیک هستن، همراه از و همراه کسایی که یک کم جنجال برانگیز هستن دیگه توبه کردیم گفته یکان تا که همراهشان لایف بریم. خب دیگه در صورت شما هم انسان هستین، یعنی ماشین خونه هستین، جزئی هم مملکت ما هستین و با کمال تاسف که همین هنرمندان هم قدر نمیتن و واقعا اینا به احترامی میکنن. خب مجبور است که بعضی وقت آدم بعضی عکس‌العمل رو نشان بده. خب بر صورت سلام تقدیم میکنم خدمت دکتر رمزه جان دلشاد بیننده برنامه ما هستین، خوش آمدین. و همچنان موش جان آریانفر عزیز سلام بر شما. تشکر که شما با وجودی که در ایام مسافرت هستین، یعنی در تفریح تان هستین، یعنی باز هم در برنامه ما تشریف آوردین، یک پیام بسیار زیبا فرستادین. سلامت باشین. زلش جان لیان بانوی فریختی ما هستین، سلام بر شما، خوش آمدین بسیار زیاد. و همچنان یک سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بینندگان تلویزیون وزین بهار. خوش آمدین تک تک شما و ممنون کامنت‌های زیباتون. بعداً خوش میکنم که بیایم به سراغ کامنت‌های عزیزی که در تلویزیون بهار بیننده هستین. حتما کوشش میکنم یادم مسئول بودم که فرید جان شما صدا کردین، چون من متاسفانه اینجا دیده نمیتونم. اگر امکاناتش باشه، اگر شما بتونین که در تلویزیون بهار عزیزای ما را ببینین. فرید جان بله. خب بعدا رو به سراغش میریم. من میخواستم که از بیژن جان بشنوم که چقدر تانستین دردای مردمتان با آهنگایتان بیان کنین، چقدر تانستین که انتقادی باشین با هنرتان. برای از اینکه کشور ما در یک وضعیت قرار داره که بیش از 20 سال کشور ما آماج مداخلات بیرونی بود. بعد از او کشتار و ویرانی و محرومی و ناامنی، بعد از او چپاول، غارت، 20 ساله که حاکمیت وجود داشت، در پالوی از او فساد وجود داشت، چپاول، حق تلفی، حق خوردن، مظالم و انواع و اقسام از این. و فعلا و نحو یک قشت بسیار بزرگ کشور ما محروم هستند. شما چقدر تانستین که بازتاب بتین امی دردای مردم با هنرتان، با آهنگایتان؟ پیشتر شما خودتان گفتین که موسیقی نمیتونین، با هر آهنگ نمیتونین، صرف از طریق رپ میتونین که بیان کنین، با شنوا باشه. ما یگانه چیزی را که همیشه دادیم پیام‌های مثبت بوده، پیام‌هایی بوده که همیشه گفتیم که وقت متحد شویم آرامی کشور میشه، از طریق رسانه‌ها جهان‌ها خبر میشه دیگه. ما همچنان 3 سال 4 سال پیش از این موقعی که می پیونده گفته بودم که
خیر باشه خیر باشه خیر باشه خیر، توپک خوشبختی سر فیر باشه فیر، خیر کنه خدا کنه خیر، نشه که کار ما چپا فیر کنه فیر. اما آهنگایی را که گفتیم، همه چیزایی را که گفتیم، مردم دایش آشنایی دارن، میبینن که ما چیزایی را که خواندیم واقعا چه بگویم کلش به خط پیوسته. یکی پشت تو پت میشه، یکی پشت ما، یکیش به تو شیرینی میته و یکیش به ما میمونم هی طرف، تو میمونی هو طرف، این مرا تفنگ میته، هو تو را تفنگ میته، تو کت ما میزنی، ما کت تو میزنم، آخر کار چی میشه؟ دم دم تق تق چو چو. دیگه فعلا هم که است که یک امیدواری است که افغانستان ما واقعا چه بگویم، ما دمی سیاست اصلا نمیخوایم دیگه کار بگیرم دست بزنم، چرا سیاست اقا مغلق است که انسان خودش چه رقم براتون بگویم زیر سوال میره. ما اگر از یکی خوب بگویم از یکی بد بگویم، اونمو خوبه را که ما خوب گفتیم اونمو خوب بد است، امو بد را که ما بد گفتیم اونمو بد خوب است. نظر به تجربه ما که کردیم. ما میخوایم که خداوند یک صلح سراسری را در کشور بیاره، یک حقوق زنا را، حقوق مردا را، حقوق هنرمندا کلش مثل کشورهای دبی، مثل کشورهای امارات، مثل کشورهای قطر شوه، که ما بتونیم با یک صلح صفا با یک فکر آرام بتونیم افغانستان بریم بدون ترس و لرز دیگه. این سیاست ها کسی را کل یال و شار شده، کل میفهمه که این از طرف های بالا یعنی صورت میگیره و با واقعا شک بگویم ما مردم افغانستان بسیار خوب مردم هستیم به خدا. از ما شما بسیار استفاده های غلط شده متاسفانه به نام کمونیست، به نام حزبی، به نام مجاهد، به نام طالب. ما شما کل ما مردم های خوب هستیم، چقدر ولایت های زیبا داریم، چقدر مردم خوب داریم. متاسفانه که اینا ما را در جنگ انداختن. ما شما باید هوشیار شویم، قدر یکی دیگر را بدانیم و دیگه از همون خاطر گفتیم که تا خود ما نکنیم وطن خود جور، نه گورباچوف میکنه، نه اوساما میکنه، نه اوباما میکنه، باید خود ما یک جای شیم، قدر یکی دیگر بدانیم، وطن خود جور کنیم. یعنی می پیامایی است که من فکر میکنم اکثریت مردم که فعلا مرا دوست دارن و آهنگای ما گوش میکنن، از این آهنگایی است که ما ساختیم. ما پیشنهاد میکنم به بینندگان گرامی که آهنگای شما رو در یوتیوب بشنون. خب چون که ما نشر کردن نمیتونیم، برنامه ما بلاک میشه، ولی ما میخوایم که اگر شما یک اجرای داشته باشین از امو یک آهنگ تان بخصوص امو آهنگ که برای من یک اجرا براتون میکنم که دمی آب عوام بخونه دیگه، چون که اینجا موسیقی هم نیست دیگه نیست. خیر باشه. یک روز به یادم آمد، به چشم آمد گریان، مردم افغانستان کلشان تیت و پاشان، به هر جا که هستند جگرخون پریشان، غم مردم شد لبریز فغانشان در آسمان. دعای ما قبول کو یا خداوند جهان، سر ملت افغان نظر کو خدا جان. از وطن شدیم فرار، همه به آلت زار، جنگ خانمانسوز همه را کرد بیقرار. دوری از میهن شد خیلی دشوار، به ملکای بیگانه همه گشتیم خوارزار. سر ماجر افغان نظر پروردگار، نظر کو پروردگار جهان. از پاکستان و ایران و امریکا و آلمان همه مسافر شدیم، مردم افغانستان نه یار داریم نه غم خوار، نظر کو ای خداوند جهان. عالی. تشکر. عالی. نام خدا به استعداد. همینجا یک سوال میخوایم از شما که موضوع و یا شعرش خود شما می نویسین؟ واقعا چه بگویم، اگه بگویم 60-70% خودم بله، و ما دقیقاً که از شاعرای عزیز، از هنرمندا، از نویسندگان ما کمک میخوایم یک چیزی واسه زمانی که خوشم به او را بعد حتما درج میکنم، اما دیگه اکثریت وقت خودم میخوایم که نوشته کنم، چون که درد خودت میفهمی. چقدر تانستید که به اصطلاح شاگرد تربیت کننده ای هستن در افغانستان، یا دارین تو افراد اشخاصی که پیرو سبک شما باشن؟ عزیز دل، من خودم هنوز شاگرد هستم. من خودم هنوز شیرینی نموندیم. مبتکر از این روش. بله. من دوستای بسیار خوبی را دارم که مثلا یگان مشوره ها دادیم، یگان همکاری ها همراهشان کردیم، اما من بازم میگم من کوچک کلگی هستم، من خودم هنوز شاگرد هستم دیگه. در حساب رپ هست واقعا چه بگویم، باید خودت از خود یک چیز جور کنی، خودت از خود یک چیز داشته باشی و من امیدوار هستم که
دوستا غلط فکر نکنن. من مدیون هنرمندای بزرگ کشور مانند فراجان دریا هستم، مانند ظاهر ویدا هستم که من همیشه دست ما گرفتن، برای ما چیزای خوب را یاد دادن. من امیدوار هستم که اگه من بتونم یک کمک در عرصه موسیقی برای کسب بکنم، من آماده هستم در حساب که باشه. چیزی که در توانم باشه، چیزی که در یاد دارم، حتما در خدمت دوستا هستم. ببخشید. چنانچه شما پیشتر یک عکس را نشان دادین از افغان کابل بایس پارکور، اونمو گروپ در افغانستان جور کرده بودم و میخواستم که را رشد بدم، میخواستم که برنامه‌های اینترنشنال برشان بگیرم. متاسفانه که افغانستان در یک حالت قرار گرفت که شما کل ما در به در خاک به سر شدیم. یکی خلاص آب خدا. خب اگر من از شما یک سوالی بکنم که برای جوانایی که واقعا میخوان رپر شوند یا نمی هنری که شما رفتین، چی نکاتی را در نظر باید داشته باشن؟ اولش خب باید شعرش تکست خدا، ریلکس خودشان نوشته کنن. دوم باید که خودشان کوشش کنن که امی بیت یاد بگیرن که چه رقم بیت جور کنن و ثبت مثلا که کیوبیس، که لاجیک، که از یا کوشش کنن که یاد بگیرن که خودشان که مثلا محتاج کس نشن. میفهمین که اینجا بدون اونجا بدون، چنانچه ما از یک استودیو دیگه استودیو از دیگه استودیو بخی یک دفعه میگی کاش که خودم کل چیز یاد بگیرم. کوشش کنن که خودشان یاد بگیرن و خودشان زمانی که یاد گرفتن شعر هم نوشته کردن دیگه، باز نیاز به کس نیست، خودشان میتونن کارهای خود پیش ببرن. منظورم اینه که احتیاج کسی نباشن. و همچنان این خود نکات بسیار مهم است که شما گفتید، و باید شناخت از جامعه خود، از مردم خود، از مشکلات اجتماعی خود و بیرون هم داشته باشن، یعنی معلومات کافی باید داشته باشه بتونم از شما موفق باشن. تشکر. آهنگ خوب و یک بسیار با پیام بسیار خوب، اما جانبه نام خدا با آهنگ بسیار قشنگ و مردم بسیار بیننده ما خوش ناگفتن نمونه که شعر یا آهنگ از سهراب سیرت عزیز است، سهراب جان سیرت، و این آهنگ از ذوالفقار جان در تاجیکستان برای ما جور کرده و این آهنگ در تاجیکستان هم بسیار گفته یکان تا کش کرد و یکی از آهنگایی است که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم. در مجموع چند آهنگ شاید داشته باشین؟ در مجموع فکر میکنم بیش از 100 آهنگ باشه. بله از 100 آهنگ زیادتر یا کمتر نمیفهمم، تو از 100 آهنگ بله من همینقدر است. کدام کنسرت مستقل گذاشتین در گروه ها؟ کنسرت ما یک گروپ داشتیم به نام افغان نیو جنریشن. بله. و امروی گروپ ما کنسرت ها بلکه تور اروپا و امریکا را نه اروپا را داشتیم دیگه. متاسفانه که دوستایی که در گروپ ما بودن کلشان گفته یکان تا عروسی کردن، در زندگی های خود مشغول شدن و از او خاطر فعلا دیگه ما کنسرت و یام که گذاشتیم امرای هنرمندای مختلف بوده و تورهای بسیار خوب داشتیم، فستیوالای بسیار خوب داشتیم و انشالله دیگه در سر کار چی هستیم که سر یک پروژه جدید ما کار میکنیم فعلا، سر یک آلبوم جدید. خب اجازه باشه که سر به کامنت ها جان. در بخش تلویزیون بینندگان تلویزیون وزین بهار سلام بر شما. محترم آریایی صاحب سلام بر شما. طوفان اسماعیل سلامت باشین، خوش آمدین. و همچنان محترم شمس قدر اینا گفتن در انتظار پرواز به سوی بلخ، چون فهمیدن که شما از طرفای شمال قندوز اینا نشته کردن، در انتظار پرواز به سوی بلخ باستان در یک سفر از قبل تعیین نشده تا ساعت دیگر وارد شد. تشکر دوستی عالی قدر. محترم عصمت الله مسعودی یک هنرمند ما بیننده برنامه ما تشکر. و جینا جان دلشاد گفتن استعداد واقعا اگه استعداد نابی داریم که نام خدا. و همچنان از صحبت‌های شما بسیار روشن، بسیار واضح. تشکر از صحبت‌های شما، از شما تشکر کردن. قربانتون تشکر. و خب فکر میکنم که بیایم پس در قسمت بله. آریا جان عظیمی بانوی نازنین سلام بر شما، تشکر از اینکه برای بیننده برنامه ما هستین، سلامت باشین. و همچنان تیمور جان دلنشین هنرمند ماست، بیننده برنامه ما سنجان بر ما بر شما روان کردن. و همچنان سورج بلخی نا گفتن واقعا برنامه‌ای وزین است، امروز خواستیم بالای
این برنامه وزین یک دو صدا که برنامه وزین شما را ستایش و قدردانی نماییم. برنامه در راستای غنامندی فرهنگی و ادبیات کشور خود کار و تلاش میکند. از محترم فریدون جان فرید عزیز گرانرج و بانوی مرجان دل تقدیر می نماییم و محترم سلامت باشین. محترم سورج بخش، محترم سورج بخش، همه شما لطف دارین در قسمت برنامه ما و همچنین مورد حمایتتان قرار گرفتین و همچنین محترم مسعود عتیق الله سلام بر شما، تشریف آوردین. تشکر دکتر رمزی جان دلشاد، سلامت باشین، ممنون پیام نیکتان. خب ببینین که اشخاص مانند امی محترم سورج بلخ که اینا یک تن شاعر قلم به دست ماست که چگونه حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن از برنامه‌های فرهنگی، از هنرمندان، از تمام شخصیت‌های اهل هنر فرهنگ و امیدوار هستیم که عزیزان ما همیشه این کار دریغ نکنن، مخصوصا در حق هنرمندان مهربان دارین، زیادتر مهربان باشین، آهنگایشان را بشنوین، نظریات پیشنهاداتتان بنویسین، حمایت کنین. بسیار ضرور است. یعنی هنرمند زحمت میکشه و یک کار یا مبتکر یک بخش یا کار هنری میشن. اینا به حمایت ضرورت دارن، ولی باید حمایت شه از طرف مردم. لااقل علاقمندیتان بیان کنین، نشته کنین، در هر قسمت که شما میبینین توجه کنین لطفا دوستان و عزیزان عالی قدر. بله، من خب چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم و بیژن جانم در کدام جای هستم با دوستشان، بله احترامات ما رو به دوستا و عزیزا وسیله شوین. ما میخوایم که آخرین حرف شما را در برنامه امروز ما بشنویم. پیام شما چیست؟ حرف شما چیست؟ و ما واقعا قربانتان تشکر. ما همینطور چی میگن واضح و پوست کنده میخوایم که از طریق برنامه شما که بعد از 3 سال بعد ما یعنی آماده شدیم که در یک برنامه شرکت کنم، چون که شما خیلی مهربانی کردین، لطف کردین، زنگ زدین. ما صرف پیام مینویسم برای رسانه‌هایی که در خارج کشور هستن، در ازبکستان هستن یا مثلا در امریکا هستن، کانادا هستن، هر جایی که هستن، اینا بجای از این هنرمندای افغانی خود دعوت کنن، افغانای خود ارتقا بدن، پیشرفت بدن، هنرمندایی که واقعا برای افغانستان خوانده، شعرهایشان، ویدیویشان، اینا واقعا من جلس هم نیستم، کدام چیز نیستم، اما اینا از هنرمندای تاجیکی، از هنرمندای ازبکی، از هنرمندای هندی در اواردشوهای خود، در برنامه‌های خود دعوت میکنن و فرصت برای خود هنرمندای خود بتن، برای کسایی که زحمت میکشن، برای خود امیال بسیاری تلویزیونا که شده، بسیار هم به صراحت من میگم که پارت بازی شده، مافیا بازی شده. اینجا هر کس هم گروپ خود داره، رفیقای خود دعوت میکنه، چای خود اصلا استعداد تو را اینا بیخی فراموش کردن. 1-4 تا آهنگای قدیمی را میگیرن، بازخوانی میکنن، تکراری او را هم تقدینن، تق 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 تق، یا کمک نوآوری بکنن، یا کمک از خود یک چیز جور کنن، از خود یک کمک زحمت بکشن. یا اگر ما هم از ظاهر بیچاره را در افغانستان نمی داشتیم، من فکر میکنم که اصلا هنرمند نمی داشتیم، از خاطر کمی بله بیژن جان، یکی احمد ظاهر و یکی هم آهنگای ایندی. بله اونم اینطور است که ما شما متاسفانه از خودکش و بیگانه پرست هستیم و ما از اون خاطر بسیاری کسا شاید از ما خفه شوند یا شاید بگن بچه چی میگه. منتها من یک بچه هستم که روکو پوسکنده میگم و ناگفتن امانه که امیال که شما از ما حمایت نکنین، امیال که شما باز چی به درد ما میخوره که سوار روز ما بمریم باز آهنگای ما رو در جای نشر کنین، بگن وی خدا بیامرز چقدر خوبش خوان، وی خدا بیامرز چقدر وطن پرست بود. منظور اینمی فعلا امیال که اینا گفته اگه تا دقیقه ما نباشن دیگه، فردا که ما نباشیم چی به درد میخوره. بله و تشکر میکنم از کل دوستایی که حمایت مثبت میکنن. حمایت ما منظور چی است؟ حمایت یعنی که شما یک کامنت زیبا میمونید، امی که شما در محفلایتان یک هنرمند دعوت میکنین، قدر میتین، عزت میتین
و محفل شما رنگین میشه و همچنین اونمو برای ما یک بسیار بالا گپ است و ضمناً یک هنرمند بسیار دل نازک داره. توسط یک گپ بسیار کوچک دلش میشکنه و توسط یک چیز بسیار کوچک میشه که دلش در دست بگیریم. تشکر میکنم از برنامه زیبایتان. امیدوار هستم که همیشه همتون موفق و سرفراز و پیروز باشین. با امید از اینکه برنامه‌هایتان ان شاء الله یگان برنامه‌های اوارد شو بگیرین، یگان برنامه‌های کنسرتی بگیرین که بیژن قندوزیان در خدمتتون باشه. حتما ما همچون یک برنامه را خواد گرفتیم و شما رو در جریان میگذاریم. ممنون از اینکه شما در برنامه ما آمدین، از خواهش ما رو پذیرفتین. بر شما صحتمندی، جانجوری، موفقیت در عرصه کاری آرزو می‌کنم. باز و تشکر از تمام بیننده‌های عزیزی که بیننده برنامه ما هستند. تشکر از بیننده‌های تلویزیون بهار و آرزومند هستیم که ما بتوانیم برنامه‌های خوب را به دوستا پیشکش کنیم. و نگفته نمانه که شما یک نکته بسیار مهمه امیال متذکر شدین بیژن جان ظفرمریا کندوزی که ایناش یک خواهش بسیار خوب کردین از نهادهای بزرگی که در تمام یعنی اینا فعالیت دارن در کنسرت گذاری و اینا باید توجه کنن اول اولیت بر هنرمندان ما، مخصوصا هنرمندانی که مانند شما و یا امثال شما که زحمت کشیدن و اینا رو باید اولویت بدن. بعدن یعنی گفته شما ما حسادت نمی کنیم، اما زبان‌ها یا کشورهای هنرمندان کشورهای همسایه همچنان خوش آمدن، ولی نباید خودکش بیگانه پرست باشیم. ما باید اول هنر را در هنرمندان خود تقویت کنیم و پشتیبان باشیم و حمایت کنیم. تشکر از حضورتان، تشکر از صحبت‌های بسیار زیبایتان. سلامت باشین که لطف کردین در برنامه ما تشریف آوردین. همیشه قربان محبتتان. بازم تشکر میکنم از شما و از تمام بیننده‌های شما. دیگه یک شب و روز خوش را داشته باشین. قربان محبتتان. تشکر. سلامت باشین و دوستان و عزیزان بیننده بسیار تشکر از اینکه تا این دم ما را همراه بودین. سلامت باشین با پیام‌های زیبایی که فرستادین و امیدوار هستیم که این برنامه خوشتون آمده باشه، که حتما خوشتون آمده. منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات مثمر شما هستیم برای برنامه‌های آینده. شاد و موفق باشین. تا برنامه آینده، الا نگهدار. شبتون خوش تا هفته بعدی. خداحافظ.